بسم الله الرحمن الرحیم. علی ساوجی هستم از سایت cafeclass.ir. در درس مثلثات قسمت سوم خدمت شما هستم و در این درس میخوایم نسبت‌های مثلثاتی زوایای خاص 45 30 و 60 رو از روی مثلث قائم الزاویه برای شما محاسبه کنیم. در واقع ما زاویه های اصلی ربع اول دایره مثلثاتی رو میخوایم برای شما به دست بیاریم. اول یه نکته رو یادآوری کنم. این مثلث قائم الزاویه‌ای رو که ملاحظه می‌فرمایید متساوی الساقین هم هست، یعنی ضلع‌های AB و AC با هم برابرند. بنابراین ما میتونیم ضلع مقابل به B رو B نامگذاری کنیم و چون این ضلع AC با AB برابره، AB را هم میتونیم اسم B بذاریم. حالا اگه خاطرتون باشه ما طبق قضیه فیثاغورس چی خواهیم داشت؟ حتی بهتره من اینو پایین بنویسم. طبق قضیه فیثاغورس وتر به توان 2 A2 برابر است با جمع مربعات این دو ضلع، یعنی B2 برابر B2 یعنی 2B2. خب اگر رابطه رو به این صورت بنویسیم A2 مساوی 2B2 و جذر بگیریم، البته میدونیم که این طول ها مثبتن، A برابر میشه با رادیکال 2B. پس هر جا که لازم شد از رابطه A مساوی رادیکال 2B استفاده خواهیم کرد. بپردازیم به محاسبه نسبت‌های مثلثاتی 45 درجه. خب بدیهیه که زاویه C و B هر دو 45 هم. خب اول میگیم سینوس 45 درجه برابر است با، یادتون هست سینوس میشد ضلع مقابل به وتر، پس B به A. اما از رابطه‌ای که این پایین به دست آوردیم به جای A میتونیم بنویسیم رادیکال 2B که B ها با هم ساده میشن 1 روی رادیکال 2 و اگر عبارت رو گویا کنیم نتیجه خواهد شد رادیکال 2 دوم. پس نتیجه اول ما اینه که سینوس 45 درجه برابر است با رادیکال 2 دوم. اما کوسینوس 45 درجه چطور؟ خب اینجا رو ببینید. کوسینوس 45 ضلع مجاور به وتر میشه که باز هم میشه B به A و با همون دلایلی که در بالا گفتیم جواب خواهد شد رادیکال 2 دوم. خب ما به چه نتیجه رسیدیم؟ این که سینوس 45 درجه برابر است با کوسینوس 45 درجه و مساوی رادیکال 2 دوم. اما راجع به تانژانت و کوتانژانت 45 درجه، اگر درس قبلی رو ملاحظه کرده باشید یادتون میاد که تانژانت هر کمانی برابر است با سینوس اون کمان بر روی کوسینوس اون کمان. خب سینوس ما رادیکال 2 دوم و کوسینوس ما هم رادیکال 2 دومه، بنابراین این دوتا با هم ساده میشن و نتیجه 1. این هم تانژانت 45 و از اینجا میرسیم به کوتانژانت 45 درجه که برابر است با عکس تانژانت 45 و عکس عدد 1 هم برابر 1. پس در این صفحه یاد گرفتیم که سینوس 45 مساوی است با کوسینوس 45 مساوی رادیکال 2 دوم و تانژانت 45 مساوی است با کوتانژانت 45 و برابر است با 1. پس ما تونستیم تمام نسبت‌های مثلثاتی زاویه 45 درجه رو محاسبه کنیم. بریم سراغ بخش دوم بحثمون. حالا یه مثلثی رو داریم که یک قائم الزاویه است، یک زاویه C و یک زاویه 60 داره. اول باید یادآوری کنم این نکته رو از هندسه پایه که اگر در مثلث قائم الزاویه‌ای
آ مثلا 90 و ب 30 درجه باشه، آنگاه ضلع مقابل به زاویه 30 درجه نصف وتره. پس B برابر است با نصف وتر یعنی آ دوم و همینطور ضلع مجاور به زاویه 30 درجه رادیکال 3 دوم وتر خواهد بود. اینا رو به سادگی تو هندسه میشه ثابت کرد. پس میتونیم بنویسیم C هم برابر است با رادیکال 3 دوم آ. خب حالا از اینجا میریم سراغ محاسبه زوایا. در واقع نسبت‌های مثلثاتی رو محاسبه میکنیم. اینجا رو ملاحظه کنید. سینوس 30 درجه برابر است با ضلع مقابل به وتر. پس من میتونم بنویسم B تقسیم بر آ که البته به جای B میتونیم بنویسیم آ دوم تقسیم بر آ. اگر این دوتا آ رو با هم ساده کنیم نتیجه خواهد شد 1 دوم. همینطور کوسینوس 30 درجه برابر است با ضلع مجاور به وتر یعنی C تقسیم بر آ. اما به جای C می نویسیم رادیکال 3 دوم آ بر روی آ که دوباره آ ها رو ساده می کنیم. پس میشه رادیکال 3 دوم. خب اما تانژانت 30 درجه کافی سینوس رو به کوسینوس تقسیم کنیم یعنی بنویسیم 1 دوم به رادیکال 3 دوم که دوها ساده میشن 1 بر روی رادیکال 3 و گویاش میکنیم که نتیجه میشه رادیکال 3 سوم و همینطور کوتانژانت 30 درجه که عکس تانژانت ماست. یادتون هست تانژانت 1 روی رادیکال 3 شده 1 بر روی 1 روی رادیکال 3 و جواب میشه رادیکال 3. اما حالا برمیگردیم به درس اولمون. در درس اول ما نکته ای رو یاد گرفتیم که اون نکته رو من خلاصه اینجا می نویسم. اگر دو زاویه B و C متمم باشند آنگاه سینوس B برابر است با کوسینوس C، همینطور تانژانت B برابر است با کوتانژانت B. خب چه استفاده اینجا میخوایم بکنیم؟ خب من به جای سینوس 30 درجه یعنی سینوس این کمان یعنی B این زاویه میتونم از کوسینوس 60 استفاده کنم. پس میتونم نتیجه بگیرم که سینوس 30 درجه همون کوسینوس 60. خب پس ما نتیجه مهمی گرفتیم. سینوس 30 و کوسینوس 60 هر دو 1 دوم. خب به جای کوسینوس 30 هم میشه سینوس 60 رو نوشت. پس اینجا می نویسیم سینوس 60 درجه. به جای تانژانت C میشه نوشت کوتانژانت 60. پس این رادیکال 3 سوم برابر است با کوتانژانت 60 و آخرین نکته‌ای که خواهیم گفت کوتانژانت 30 درجه هم برابر است با تانژانت 60 درجه. بنابراین نتایج با اهمیتی رو به دست آوردیم. تونستیم نسبت‌های مثلثاتی 30 درجه و 60 درجه رو هم در این صفحه به دست بیاریم. در صفحه قبل هم اگه خاطرتون باشه سینوس، کوسینوس، تانژانت و کوتانژانت 45 رو محاسبه کردیم. با داشتن این زوایا شما میتونید تقریبا تمام کمانهای مشابه رو در ربع‌های دیگه دایره مثلثاتی نیز محاسبه کنید. در درس‌های بعدی حتما راجع به این موضوع هم صحبت خواهیم کرد. خسته نباشید و موفق باشید.